درود و مهر بر همراهان. به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدین. امروز میریم سراغ یه شخصیت خیلی خاص. کسی که انگار توی تاریخ سفر میکرده ولی پیر نمیشده. کنت دو سنت ژرمن یه اسم آشنا برای خیلیا پر از رمز و رازه. منبع امروزمون کتابیه در مورد زندگیش، اسرارش و جاودانگیش و آموزه های معنوی که بهش نسبت میدن. کتاب اسرار آشکار سنت ژرمن. میخوایم با هم ببینیم این منبع چی میگه و نکات کلیدیشون چیه. از داستانهای تاریخ گرفته تا کیمیاگری درونی و شعله بنفش. خب پس آماده اید که وارد این معمای جذاب بشیم و ببینیم چی دارن برامون. خب اولین سوال خیلی ساده و سرراسته. سنت ژرمن واقعا کیه؟ یعنی یه شخصیت تاریخی واقعی با کلی استعداد مستند که همه زبانها رو بلد بود، هر ساز موسیقی رو مینواخت، دیپلمات بود یا نه بیشتر یه چهره افسانه‌ایه که نمیدونیم از کجا اومده یا چرا پیر نمیشده. ببینید دقیقاً همین ترکیب هست که سنت ژرمن رو اینقدر جذاب میکنه. یعنی مرز بین اون چیزی که تاریخ ثبت کرده و اون چیزی که تو افسانه ها اومده خیلی خیلی باریکه در موردش. مثلا از قرن 18 اسنادی هست که از استعداداش میگن و همون موقع کلی گزارش هم بوده که این آقا طی دهه‌ها ظاهرش اصلا عوض نمیشه. پس از همین اول یه دوگانگی داریم. یه آدم خیلی با استعداد در کنار موجودی که انگار قوانین طبیعت براش کار نمیکنه و اینجا همون ایده جاودانگی مطرح میشه. حالا این جاودانگی یعنی چی؟ یعنی واقعا عمر بی پایان فیزیکی داشته مثل افسانه ها؟ یا اینکه نه، این یه استعاره است، یه نماد برای تحول دائمی برای دانش بی پایان، برای یه جور استادی روی زمان و محدودیت‌های انسانی. این کتاب به هر دوی اینا اشاره داره. یعنی هم یه شخصیت تاریخی با یه جای پا توی وقایع، هم یه نماد برای پتانسیل بی‌نهایت انسان. و بخشی از این رمز و راز هم توانایی عجیبش در ظاهر شدن تو نقش‌های مختلف دیگه است. یه روز دیپلمات، یه روز موسیقیدان، یه روز کیمیاگر، انگار هر چند وقت یه بار با یه چهره و مهارت جدید ظهور می‌کرده. این توانایی سازگاری و بازآفرینی مداوم همون ایده زندگی بدون مرگ رو تقویت می‌کنه. البته نه لزوما مرگ فیزیکی، بلکه مرگ هویت‌های قبلی و تولد دوباره در نقشی جدید. این کتاب روی یه چیزی تاکید داره. ظرفیت فوق‌العاده این آدم برای یادگیری، برای سازگار شدن و برای تداوم در طول زمانهای خیلی طولانی. پس میشه اینطوری برداشت کرد که زندگی سنت ژرمن فارغ از این که چقدر عمر کرده، یه جور دعوت برای اینه که ما هم خودمون رو محدود نکنیم. یعنی یادگیری همیشگی و کشف استعدادهای مختلفمون. این برای ما یه پیام خیلی قوی داره که اگه حس می‌کنیم توی مسیر خاص یا یه هویت خاص گیر افتادیم، سنت ژرمن چه به عنوان یه واقعیت تاریخی و چه یه الگو نشون میده که همیشه میشه دوباره شروع کرد و میشه جنبه‌های جدیدی از خودمون رو کشف کنیم. اون هم نماد یه چهره جاودانه و هم یادگیرنده همیشگی. این ترکیبش واقعاً الهام بخشه. یکی از معروف‌ترین جنبه‌هاش یعنی کیمیاگری. این کتاب خیلی روی این تاکید داره که کیمیاگری برای سنت ژرمن فقط تبدیل سرب به طلا نبوده. بله، این نکته خیلی کلیدیه. اون کیمیاگری که تو این کتاب ازش بحث میشه بیشتر یه فرایند معنوی و درونیه. هدف اصلی واقعاً تبدیل فلزات پایه به طلا نیست، بلکه تبدیل خود معمولی که پر از ترس و شک و محدودیت، تبدیل این خود به روح روشنبین، به اون چیزی که میگن طلای درون. این یه جور هنر و علم برای پالایش آگاهی و رسیدن به اون ذات الهی خودمون. پس اون جستجوی معروف برای سنگ فلاسفه هم اینجا معنیش عوض میشه. یعنی دنبال یه سنگ جادویی نیستیم، بلکه نیازمند به خودشناسی خیلی عمیقه. باید لایه‌های شک و ترس رو کنار بزنیم تا به اون خود اصیل برسیم. بهش میگن خود استادی یا سلف مستری. یعنی افکارت رو بفهمی، اعمالت رو کنترل کنی و زندگیت رو با بالاترین ارزش‌هات همسو کنی. جالبه که مراحل این کیمیاگری درونی یا حتی چیزی که بهش میگن عروج معنوی خیلی شبیه اون مراحل کیمیاگری سنتی تعریف شده است. یعنی اول خودآگاهی، شناخت خودمون به عنوان ماده اولیه، بعد پاکسازی یعنی رها کردن باورهای کهنه و ناخالصی‌ها و بعدش تبدیل یعنی بالا بردن ارتعاشات با مدیتیشن و ذهن آگاهی و مهمتر از همه نیت مثبت. نقش نیت اینجا فوق‌العاده مهمه.
نیت مثل اون انرژی متمرکزیه که فرایند رو هدایت میکنه. این کتاب تاکید میکنه که این سفر کاملا شخصیه و صبر و شجاعت و تعهد میخواد، ولی خب نتیجهش یه تحول بنیادیه که شما رو به خود واقعیتون نزدیک میکنه. پس کیمیاگری و عروج تهش یه فرایند مداوم تکامل درونیه. اینطور نیست که به یه نقطه برسی و تموم بشه. یکی از ابزارهای خیلی مشخصی که تو این کتاب به سنت ژرمن ربط داده شده و انگار برای همین تحول درونی به کار میره، شعله بنفشه. توصیفش خیلی جالبه، مثل یه پاک‌کن جادویی برای انرژی‌های منفی. بله، شعله بنفش. شعله بنفش اساساً یه ابزار برای کاریه که بهش میگن تبدیل و استعلا، ترانسمیوت. یعنی چی؟ یعنی تبدیل انرژی‌های سنگین مثل ترس و خشم و حسرت‌های گذشته و اینجور چیزا به انرژی سبکتر، به نور، به مثبت اندیشی و طرز استفادهش تجسم کردنشه. یعنی شعله بنفش رو دور خودمون یا توی قلبمون تصور کنیم و تکرار مانتراها یا جملات کلیدی. مثلا من شعله بنفش هستم تا این انرژی‌های منفی پاکسازی بشن. پس یه جور ابزار ذهنی معنوی برای پاکسازی آگاهی. منابع از تجربه‌های واقعی افراد هم میگن. بله، گزارش‌هایی هست که میگن با استفاده از این تکنیک احساس آرامش بیشتری پیدا کردن، اضطرابشون کم شده یا تونستن از کینه‌ها و ترس‌های قدیمی رها بشن. نکته جالبش اینه که خیلی تاکید میشه که این ابزار برای همه قابل دسترسه. یعنی نیاز به قدرت خاصی نداره، فقط تمرکز و نیت میخواد برای پاکسازی. پس این شعله مثل یه نماد از عشق و خرد سنت ژرمنه و یه جور تعهد به خودمون که خودمونو پرورش بدیم و به تعادل برگردونیم. یه یادآوری مداوم که تحول ممکنه و ابزارش همینجا در دسترس شماست. دقیقاً یه راه عملی برای کار کردن رو همون کیمیاگری درونی. خب بریم سراغ یه جنبه دیگه از جذابیت سنت ژرمن. ارتباطش با انجمن‌های سری مثل روسکروسیان‌ها یا فراماسون‌ها. این ارتباطات چی میگن در موردش؟ ببینید، این انجمن‌ها در طول تاریخ یه جورایی پناهگاه بودن. یه جورایی پناهگاهی بودن برای اندیشه‌هایی که شاید تو جامعه عادی خیلی جا نداشتن. برای جستجوی دانش‌های پنهان، روسکروسیان‌ها و فراماسون‌ها خیلی معروف بودن. روسکروسیان‌ها معروف بودن به داشتن دانش‌های ترکیبی از عرفان و علم و حتی یک کم جادو. هدفشون هم روشنگری و هماهنگی بود. فراماسون‌ها هم بیشتر روی اصول اخلاقی و رشد شخصی و اون ایده برادری تاکید داشتن و ارتباط سنت ژرمن با این گروه‌ها نشون میده که احتمالاً با دیدگاه و ارزش‌های اونا همسو بوده. یعنی اونجا یه فضایی بوده که میتونسته ایده‌های پیشرفته ترش رو مطرح کنه یا به علومی دست پیدا کنی که عمومی نبوده. این ارتباطات تصویر سنت ژرمن رو به عنوان یه جوینده حقیقت تقویت میکنه. کسی که دائما در حال یادگیری بوده و دانشش رو هم به اشتراک میذاشته. و اینم نشون میده که جستجوی حقیقت فقط یه کار فردی نیست. گاهی تو بستر تبادل با دیگرانه و تو جوامع هم فکر اتفاق میفته. خب غیر از این ارتباطات، یه سری نوشته‌های پیشگویانه هم بهش نسبت دادن. نامه‌هایی از یک ذهن بی زمان. این نوشته‌ها اغلب دیدگاهی رو نشون میدن که خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. به آینده اشاره داری که بشریت به سطح بالاتری از آگاهی و هماهنگی میرسه. جالبه که این دیدگاه خیلی شبیه اصول قانون جذبه که امروز خیلی‌ها در موردش صحبت میکنن. یعنی تاکید روی قدرت ذهن و نیت برای اینکه واقعیت رو شکل بدیم. این پیشگویی‌ها خیلی مشخص بودن. مثلا فلان اتفاق میفته یا بیشتر جنبه فلسفی و الهام بخش داشتن. بعضیا میگن نه، اینا بیشتر تعاملات عمیقه آدمیه که نگاه وسیعی به پتانسیل انسان داشته. نکته مهم اینه که تمرکز این نوشته‌ها فقط روی اتفاقات بزرگ بیرونی نیست. بیشتر روی رشد شخصی و خودآگاهی و اهمیت تحول درونی تاکید دارن. و دقیقاً همینه که باعث میشه این حرفا هنوزم برای شما که تو دنیای مدرن زندگی میکنین تازه و قابل تأمل باشه. برمیگردیم به همون ایده جاودانگی. سنت ژرمن ما رو دعوت میکنه به یک کاوش در هنر جاودانگی که اینم باز فراتر از فقط طول عمره. این هنر جاودانگی به یک تسلط هماهنگ روی 3 قلمرو اشاره داره: جسم، ذهن و روح. این 3 کاملا به هم پیوستن. تسلط روی ذهن یعنی چی؟ یعنی یادگیری مداوم، تفکر مثبت، توانایی تمرکز
و استفاده از مدیتیشن برای کنترل و آروم کردن ذهن و ادراک. تسلط روی جسم یعنی حفظ سلامتی و سرزندگی، ورزش، تغذیه سالم و تنفس آگاهانه، یعنی جسم رو به عنوان معبد روح دیدن و ازش مراقبت کردن. و تسلط بر روح، این عمیق‌ترین بخش کاره، یعنی ارتباط برقرار کردن با روح، یعنی ارتباط برقرار کردن با یه چیزی بزرگتر از خودمون با بی‌نهایت، یعنی درک کردن طبیعت ابدی خودمون، یعنی رها کردن ترس‌ها و وابستگی‌ها، پیدا کردن هدف زندگی و پرورش دادن ویژگی‌هایی مثل عشق و مهربانی و بخشش. اینا به روح اجازه میدن فراتر از محدودیت پرواز کنه. پس هنر جاودانگی یعنی رسیدن به یک کیفیت خیلی بالا و متعالی از زندگی و آگاهی، نه لزوماً عمر بی پایان تو همین جسم. یه جور میراث معنوی که آدم از طریق تأثیر مثبت و خردش به جا میذاره. دقیقاً جاودانگی واقعی در کیفیت آگاهی و اون تأثیرگذاری. خب افسانه ها از این هم فراتر میرن. سنت-ژرمن رو حتی به آتلانتیس هم ربط میدن. قاره گم شده که به عنوان نگهبان دانش آتلانتیس بوده. این دیگه خیلی اسطوره‌ای میشه نه؟ آتلانتیس معمولاً نماد اوج پتانسیل انسانی و معنویه، ولی همزمان یه هشدارم هست درباره عدم تعادل بین پیشرفت تکنولوژی و معنویت. سنت-ژرمن به عنوان نگهبان اسرار آتلانتیسه، یعنی کسی که اون دانشو که بعد از سقوط آتلانتیس که به خاطر همین عدم هماهنگی با قوانین کیهانی بوده حفظ کرده. خب این داستان‌ها چه پیامی دارن برای امروز ما؟ پیام اصلیشون همون اهمیت حفظ تعادله. تعادل بین پیشرفت بیرونی تکنولوژی و اون بینش درونی و معنوی. و شاید یه جور فراخوان ناخودآگاه باشه برای به یاد آوردن یه خرد عمیق‌تر که تو وجود همه ماست. این پژواک‌های آتلانتیس از طریق افسانه سنت-ژرمن انگار ما رو دعوت میکنن با حقایق جهانی همسو بشیم و اون به هم پیوستگی همه چیز رو درک کنیم. در کنار این افسانه‌های خیلی بزرگ، یه سری گزارش‌های مشخص‌تر هم هست. از اتفاقات به ظاهر معجزه‌آسا و ظهور و ناپدید شدن‌های ناگهانیش که شاهدان عینی نقل کردن، حتی آدمای سرشناس اون دوره. بله، حرف از اینه که توی زمان‌ها و مکان‌های خیلی متفاوتی دیدنش، گاهی با فاصله چند دهه، ولی ظاهرش هیچ تغییری نکرده بوده. داستان‌های سنت-ژرمن میتونن یک کتابخونه رو پر کنن و فیلمی جذاب بسازن که از نظر رمز و راز و ماجراجویی با گنجینه ملی و رمز داوینچی رقابت کنه.